من و عقاید مردم. رگ قلم رو ورق فواید درد و غم اشعار میره به حساب سرگذشت. بیت مینویسم یک کتاب ترجمه، بنویسم از زخم زبونای خونه برده یا از ناخالصی هایی که موجود تو نشاده. تو منو دیدی تو خیابون سرم پایینه، سلاح من قلمه همه خطرم با این هم سنگینه. میبینم روزی رو که نوک خنجر تو هم خونه بدنم رنگینه. تو سوادشو دارم که کلماتو با هم جوری بچینم که بدونی توانشو دارم. دستم زحمت کشید راهش هم بار بشه، حتی میخواد با کلام خدا هم کار بشه. طرفدار امروز دشمن سابقم، یه لشکر آدم پشتم ظاهرم. یکی از غم میده بهرام هر بار نوشت و از یه آدم بدخواب گرفت. واسه شنیدن حرفم سر تو خم کن، نامگر گوشیه یکم صداشو کم. بازم عشق چشماتو داری با من میباری که عکس من تو اتاق کاغذ دیواری. فلاش دوربین تو صورتم ارزش داره، بهرام تنهای دیروز امروز ارتش داره. اگه زخم صدام یا که اخم نگام به خاطر اینه، اول تو دخم صدام شکل گرفت و اومدیم از زیر زمین که الان از صاحب سمتمون میگیره کمی. همه الان ازم منتظر نفسشم تا زیر بار سختی یا منم خم بشم. زیرش بد دلی خوابه یه جو کفشی که پام آخر نفس ما نبوده یه تفریح ساله که خیلی چیزا سلفیدیم توی این راه. خون و عشقاتی کردیم ما توی این کار. حرفای توی دل منم میشه سبب که یه هدفون تو گوش باشه قلم تیره عقب و توی 24 ساعت این کار منه. تو غمی نیست و باز یا بعد مثال تنه وقتی که مرده تو قبره با آسور خونده. بگو بی خیالی دنیا مثل چاقوی کنده. Ateşine söz seninim, gelirim.